مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که بر اساس مراجعت یک کاربر فیسبوک پولچینک و راننده مشروط که رقم 28 جزا داده شدند. این کاربر با ارسال عکس ماشین تمغه خونده استاریکس رقم دولتیش 5556 که در خط سیر رقم 28 مسافر میکشان از ملیته پایتخت خواسته است تا نسبت پولچینک این ماشین چاره‌های قانونی اندیشیده شود. او اطلاع داد که پولچینک هنگام فعالیت کاری نسبت به مسافران دغلانه رفتار نموده با سخنان قبیح ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است. در جریان بازپرسی پولچینک این مشروط که شهروند اودینایف منوچر سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه اعتراف کرده است که در حقیقت سانحه 28 اکتبر سال جاری هنگام کار نسبت به مراجعت کننده دغلانه رفتار نموده سخنهای قبیح گفته است و از این عمل خود اظهار پشیمانی میکند. با نظر داشت حالت مذکور نسبت به حقوق ویران کننده اودینایف منوچر بر اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میده افباشه پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار سود نسبت به وی جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. خبر داده است مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه. راننده ماشین باشد برای غیر قانونی به اجازت مقامات وکالتدار دولتی به خدمت رسانی مسافرکشانی مشغول شدند بر اساس ماده 510 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان جریمه بسته شد.